های گایز، چطوری؟ من اومدم با چالش 75 روزی که داشتم و خدا رو شکر تمامش کردم که ویدیوی کاملش رو بذارم و شما هم اگه خواستین استفاده کنین. اگه سوالی یه چیزی هم داشته میتونین واسم هم کامنت بذارین، هم تو اینستا بپرسین، دایرکت بدین. اینجا که هفته اول من تموم کردم، آسون نبود واقعا، من تموم شد خدا رو شکر. اینجا که داشت برف و بارون میومد و همچنان من باید ورزش میکردم، چون 2 تا 45 دقیقه باید ورزش کنی، یه 45 بیرون، یه 45 دقیقه داخل خونه یا باشگاه، فرقی نداره، ولی حتما اون 45 دقیقه رو باید بیرون باشی. واسه همین من تو زمستون که شروع کردم و تو زمستون بودیم، برف بود، بارون بود، همینطور که داریم میبینین، همچنان من ادامه دادم. اینم پیشی گارفیلد بهش میگم، رفتیم وقتی اونجا بودم دیگه رفیقم شده بود دیگه. اینجا یهو رفت پشتم، بعد یکم جلوتر میبینین چی کار کرد. اینجا تقریبا 2 هفته شد که گذشت از چالش، همچنان من شکر اینا نمیخوردم و قند و شیرینی، با اینکه عاشق شیرینی هم من. اینجا دیگه برفتاش آب میشد، ولی بعدش با بارون و برف داشتیم. خلاصه که تجربه خوبی بود. من همیشه فکر نمی‌کردم بتونم تو سرما ورزش کنم، از اون دسته آدم بودم که فراری بودم، ولی این باعث شد که بدونم نمیشه. خلاصه که اینم گارفیلد خانوم، کلا پاپرمو در آوردم که بمونه اونجا دیگه، کلا خیس آب شده بود، کلی هم مو بهش چسبیده بود. خلاصه که نمیدونم چرا اومد پشتم، منم گفتم بیخیال دیگه. همچنان داریم میریم هر روز 18 و تقریبا داره 3 هفته میشه و خدا میدونه چقدر ما شیرینی شکلات تو این خونه میومد. یعنی قبل چالش اونقدر شیرینی تو خونمون نبود که من تا وارد چالش شدم یه گالم شیرینی، شکلات، حلوا، مخصوصا حلواسی که من عاشقشم، همچنان میومد و نازنین نمیخورد. بهت افتخار میکنم خوشگله. اینجا هم که روز 25 اینجا هم منو میبینین در حال دویدن، بازم من. روز 29 30 و 30 اینجا ماه اول تموم شد و تقریبا دیگه واسم خیلی عادی شده بود همه چیز. و اینجا هم سال 9 که وارد عید شدیم و عید و بازدید و شیرینی شکلات بود. نازنین همچنان فقط نگاه میکرد، ولی دمم گرم، تبم آوردم. واسه همین میگن این چالش دیسیپلین و اراده رو میبره بالا و واقعا درست میگه. همان جذاب رو دیدین، بازم من اینجا داشتم میدویدم دیگه، کم آوردم دیگه، یعنی خسته بودم. اینجا هم که رو سرسره نشستم، یکم دلبری شوه با کمی خبیث بازی. اینجا روز 39 اینجا داشتم پلانک میزدم که این زنبور رو دیدم، اون لحظه ازش فیلم گرفتم، نمیدونم چرا. روز 39 40 اینجا رفتم سر پروژه، رسیدم و اینجا شروع به کار کردیم. قشنگ بود واسم، من جذاب، خیلی جذاب. ماشاءالله ماشاءالله، سی ماشاءالله. بعدم که 43 اینجا پیتزا میخوردم، البته نوشابه و سس نخوردم ها،
همچنان سر چالش بودیم. باز نگیم بگین چرا پیتزا خوردی؟ نه پیتزا میتونی بخوریش، قند و شکر رو من نمیخوردم. و دیگه تقریبا این آخرا قشنگ حس میکردم که دور شکمم کم شده. از کجا؟ از شلواری که میپوشیدم. اینجا ابرا خیلی قشنگ بود، رد شد. روز 51 اینجا عروسی دعوت شدیم و همچنان من دسر شیرینی نخوردم، اما خوش گذشت. اینجا پروژه بعدیمو داشتم و 68 بودم و سر پروژه هم چیزی نمیخوردم، فکر میکردن من رژیمم. اما رژیم نبودم. بعد اینجا ناخونای جدیدم رو میبینین، عاشقشونم. و تقریبا رسیدیم به روز 72 و آخرای چالش و خیلی تجربه قشنگی شد واسم و دوستش دارم و خوشحالم که تونستم تمومش کنم و فهمیدم که دختر با اراده‌ای هستم و دیسیپلینم دارم، خدا رو شکر. اینجا پوستم خیلی قشنگ شده بود، یعنی صاف شده بود. بعد قابل پخش نبود، واسه همین بستمش، صدا رو کات کردم. اینجا دیگه روز 73 و کم کم داشتیم به پایان نزدیک می شدیم و همچنان من اون حس و حالی که داشتم خیلی خفن بود، یعنی خیلی خوبه، یعنی باید خودتون تجربهش کنید.